در نخست از کلید ترکیبی ویندوز و آر استفاده میکنیم. کد CMD را وارد میکنیم. در ادامه دیسک پارت را وارد میکنیم بدون فاصله. انتر میکنیم. در این قسمت با فاصله لیست دیسک نوشته. انتر میکنیم. دیسک مورد نظر خود را انتخاب میکنیم. سلکت فاصله دیسک فاصله 2 یا 1 انتخاب میشه. دستور کلین را وارد میکنیم. در ادامه کریت پارتیشن پرایمری رو وارد میکنیم. پارتیشن پرایمری وارد میکنیم. کلید انتر را فشار میدهیم و وارد مای کامپیوتر خود میشیم. صفحه خود را ریفرش میکنیم و دیسک مورد نظر خود را که دیسک A, B یا C یا هر دیسکی می باشد فرمت میکنیم. دستور فرمت را میدیم. این قسمت قابل استفاده است. و همین راحتی. خدا کند از این ویدیو خوشتان آمده باشد. وقت خوش داشته باشید.